ولایت کاپیسا ولسوالی تگاب. اینه که میبینین تمامش انار است، درخت های انار است. ببینین بسیار یک ژاله خطرناک هم شده دوستان عزیز، بسیار یک ژاله خطرناک شده. پیشتر که ما رفتیم حتی زمین تو برتون چیشه برده بود. چه قسم برتون بگویم همین درخت ها خوب گرفته. نام خدا مگم دوستان عزیز ببینین این تو کلش خراب کرده. ژاله زد از این بین این توی چیزش کرده. ژاله زده از بین این توتا کرده شونه. انار از بین تو پارهش کرده. اینجا رسایی که انار از بین توتا کرده انار را. وقت میای از کابل پیشت از دیگه ولایت از خود کاپیسا باز میمان نوازی میکنی یا نه؟ میمان نوازی میکنی باز یا نه؟ غیر از چی انار دیگه اینجا چی داره؟ اینجا دیگه املوک است. املوک است دیگه آلوچه است، میوه است. سلام و درود نثار تمام شما عزیزان. انشالله که خوب و صحتمند باشین دوستان نهایت گرامی. دوستان عزیز امروز آمدیم به تفریح تو به ولایت کاپیسا ولسوالی تگاب. اینه که میبینین تمامش انار است، درخت های انار است. ببینین بسیار یک ژاله خطرناک هم شده دوستان عزیز، بسیار یک ژاله خطرناک شده. پیشتر که ما رفتیم حتی زمین تو برتون چیشه برده بود. چه قسم برتون بگویم همین زمین کلا لرز کرده بود دیگه. با تو فکر کنم چی میتونم زمین رفته بود، برده بود، سیل برده بود. دقیقاً مثل تو سرک از بین دو نیم کرده بود دیگه. اون صاحب خود باغ آمد باش که به دوستان عزیز همراه خودش هم گپ میزنیم. انار بدانه، انار میخوش، هر رقم انار از این باغ دوستان عزیز. بسیار چیزای دیگه هم هست بدون انار، مثلا از املوک گرفته تا امرود و چیزا. باش اینجا خود کاکا آمده. بیا که بریم همراه خودش انار بگیریم. سلام علیکم کاکا. خوب هستی جان و جور بخیر؟ یک قسم غال مغال کردی پیشتر که بیدر نکن. سلامت باشید. شاوی چی کلش از خراب کرده؟ صوبکی چند شروع کرد. کاکا 4 مغز آمدم که اینجا 4 مغز بخرم. 4 مغز هم پیدا نکردیم. نکردم پس میره. این دوستان عزیز ببینین باغای انار است کلا. فیلم میگیره فیلم. شاید بریم این تو دوستان عزیز کلا ژاله شده. این ژاله رو ببینین این تو. اینی کل ژاله از دوستان عزیز ببینین تقریبا این یک بلست از یک بلست زیادتر 10 سانتی 12 سانتی ژاله بریده. کل انارا رو زده خراب کرده. ببینین این باغای انار از دیگه کلا دوستان عزیز دیگه. باش کو طرفتر فروخته انارا رو میگن. انارا رو فروخته. من تو دوستان عزیز لر کرده زمین این تو رفته. اون طرف زمین بیخی سرک قیر لر کرده بود. چطور هستی کاکا؟ خوب است انشالله. چی حال احوال داری؟ خیرتی طرفایت باشن دیدم تگاب هستی؟ بسیار خوب. این قریه چی نام داره از تگاب؟ این قریه به نام شاکوت. شاکوت بسیار خوب. شاکوت الاسای. شاکوت الاسای است دیگه. الاسای بالا است. این شاکوت است به مربوط تعمیر است. خب بسیار عالی بسیار خوب. چی یک باغه که داری نام خدا؟ نام خدا مگه من شب صبحکی زده خراب کرده. خرابش کرده. بیخی زمین را بالا زمین سرک لر کرده. زمین برده. نه بیخی تو جاله شد که چشم داشتم این جاله. والا. چشم داشت چشم. بسیار خطرناک بود. انار چند رقم است کاکا؟ این کدام رقم انار است؟ میخوش است بدانه است؟ این میخوش است. این میخوش است. بدانهش کجاست؟ بدانهش کجا پیدا میشه؟ بدانهش هم دم باغ است. بدانهش هم چه وقت چی میکنن؟ او را وقت میبرن دیگه. کدام باغ که پایده او را زده جاله. از او پیدا کردنش هم بسیار سخت است. در کابل هم پیدا نمیشه از او باسونی. این چی شیرینشه؟ همین بدانه اینجا پیدا میشه. خود کابل کجا؟ در پشاور میره. اینجا میبرنش مستقیم. نام خدا باز خوب انار گرفته کاکا. درخت ها خوب گرفته. نام خدا مگم دوستان عزیز ببینین این تو کلش خراب کرده. ژاله زد از این بین این توی چیزش کرده. ژاله زده از بین این توتا کرده شونه. انار از بین تو پارهش کرده. اینجا رسایی که
انار از بین از بین تو تکر انار را نام خدا ببینین انار است یا را باز میفروشین دیگه میپروشیم فروخته بدیم سری 2.5 روپه امروز چیز که میکندن میبردن خب تا فروخته این دیگه خب بسیار خوب دوستان عزیز اینی ژاله است باش اینا بگی کاکا در دستت ژاله را یک شما چی این تو ژاله دوستان عزیز زده ببینین بسیار کلان بوده ایزی خانه را یو شده 3 ساعت بادش است دیگه از نیم پاو قدر بالا بوده بسیار والا که این دستر آدم اگه میخورد دیگه واقعا از خیلی آدم خراب میشد دیگه نمانده بودن این دوستان عزیز ببینین با اون شکل بسیار ما قسم ژاله بار اول است میبینیم کاکا از شما شاید عادت کرده باشه دیگه ما بار اول است میگم تو میبینیم باز همین باغ دیگه کلا چقدر انار داشته باشه کاکا چند سال بگیره یا نه 5-6 خروار انار 5-6 بسیار خوب نام خدا بسیار ولی دیگه به یا چیزا میتین غیر او کنم کوت مود چیزی یا نه پاری وطنی میتیم کوتم میتیم خب بسیار خوب کوت سیاه کوت سفید کلیش بسیار عالی میمان ها یگان وقت میای از کابل پیشت از دیگه ولایت از خود کاپیسا باز میمان نوازی میکنی یا نه میمان نوازی میکنی باز یا نه چطور نکنی غیر از چی انار دیگه اینجا چی داره اینجا دیگه املوک است املوک است دیگه آلوچه است میوه است دیگه املوک مو طرف است فکر کنم این طرف نیست اینجا املوک است کوکی بیگ ببینیم میشه کاکا جون برو پیش برو برو بریم دوستان عزیز تو پیش بریم اینجا پیش رفتن دیگه یک ذره مشکل است اینی املوکا کنده شده دوستان عزیز اینی است اینی بالا یارم یا زده انداخته کلشه با این ولی زیاد ضربه زده کاکا این ژاله خیلی خرابی یا کلش انداخته این دوستان عزیز پخته نشده انداخته شونه این به این شکل زده دیگهش انداختیم در اینجا کلش ریخته املوک است امروت است دیگه انار است چهارمغز است باشه پیشتر بریم این انار دوستان عزیز به این شکل زده بادشون کرده کلشه در بین ژاله است کل از یار زده خراب کرده داخلشان ژاله پر است به این شکل دیگه واقعا اگه انار تگاو در کل افغانستان کاکا نام داره انار تگاو از قندار من بسیار کلانم است تگاو کاکا ما که میاییم هیچ خلاصی نداره این چی نیست کاکا بیا اینجا این دوستان عزیز نسرک برایم برو دیگه تو ما میمان تو نه بیا شما میمانی ما شوید ما میمان تو میمان ما برو دیگه کاکا برو بیا ماش دوستان عزیز چیزی که ما دیگه از کابل امروز ما آورده بودیم شریک بسازیم امروز هموطنا دیگه یک ذره یک قابلی هست دیگه رایف کرده کلشه نکن کوکو دیگه بس است نه دوستان عزیز این شکل است دیگه ان شاءالله که از ویدیو خوشتون اومده باشه ویدیو لذت برده باشین میره ویدیو لذت برده باشین ویدیو رو لایک کنین دیگه در کانال همچنان سابسکرایب کنین ما با تفریح آمده بودیم دیگه گفتم تونه که براتون نشان بود منارم انار تگاوم چون که بسیار نام داره باز در برنامه های مفصل ان شاءالله سالهای بعدی یا روزهای بعدی میایم حتما